بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت و رسولی که هست صاحب عز و طاعت. نام پاکش محمدی عربی است، راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درود بی‌عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی بی پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. اولا اهلی خاندان به مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی این دو نوجوانی که عقد نکاح شدن، الله سبحانه و تعالی بین آنها محبت پیدا نماید، در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودش الله سبحانه و تعالی کرامت نماید. و چنین روز خرسندی و چنین روز شادی را الله سبحانه و تعالی و کل خاندان ما و شما الهی نصیب بدارد. در اینجا هم انشاءالله سوال اومده است نسبت خداخواه داماد و عروس انشاءالله. خب السلام علیکم داملای شیرین سخن. سوال من چنین است: کلین خصوص تو پاش مالا درست است یا نه؟ خواب دیدن، در خواب جنت دیدن میگویند، التماس فهمانید. خب از روی نقطه نظر شرعی عزیزان من انشاءالله خدا خواهد دخترم یعنی عروسم یعنی همون خاندان دخترش حساب می شود عزیزان من. البته عروس انشاءالله چی می شود؟ یعنی خاندان انشاءالله دخترش می شود. چون که پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگن که پدرهای مادرهای شما سه هستند. یکیش میگه پدر و مادری که شما به دنیا آورد، و یکی که پدر و مادری که دخترش به شما داد، و یکی انشاءالله پدری چی استادی کسب و هنر. اینها چی میشوند؟ البته انشاءالله خدا خواهد پدر و مادر میشوند. وقتی که پدر و مادر شدن بعد البته خدمت کردن برای ما شما چی میشود؟ واجب میشود عزیزان من. لیکن در بعضی مسئله ها خدا خواهد درست انشاءالله، بعضی مسئله ها عیناً شوهر راضی خدا راضی است، لیکن اصلا حیات انشاءالله خدا خواهد مکمل شدنش با واسطه حرمت کردن چی است؟ یعنی داماد پدر و مادرش می شود. چون که پدر و مادر انشاءالله خدا خواهد اگر حرمت کند، عزت کند، تنخیر رسمی اساس برای خدمت کردن پدر و مادر ما چکا میکنیم؟ انشاءالله عروس میگیریم. عروس هم چون فرزند است، اگر خدا خواهد کسی نباشد خدمت کند، بچه نباشد، ما اکثر شما در مسافرت هستید طوری گاه ها میشود خدا خواهد پاچکاشو در میکند، گاه ها بیمار میشوند، انشاءالله خدا خواهد ضرر ندارد انشاءالله. در قاعده شرعی یک قاعده است: در ضرورت روا باشد، به ضرورت خطا باشد. وقتی که ضرورت پیدا شد روا میشه انشاءالله خدا خواهد، دیگه به ضرورت خطا است انشاءالله خدا خواهد. دیگه ضرورت شد انشاءالله البته خدمت کند، یگان انشاءالله خدا خواهد گناهی نیست. خواب دیدن، در خواب جنت دیدن میگویند، التماس فهمانید. حتی البته خواب انشاءالله دو خواب می شود: خواب رحمانی است، خواب شیطانی است. بعض خداخواد خوابایی می شود که از طرف رحمان می شود. من دیدن جنت در خواب حق است، حتی دیدن خدا در خواب حق است. دیدن پیغمبر بزرگوار، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در خواب حق و راست است. حتی امام اعظم میگن رأیت ربی فی منامی فی احسن صورت. من دیدم میگه خدا من میگه در خوابم بهترین صورت. و یک روایت میگه 100 مراتب خدا را من دیدم. خدا را در خواب دیدن، خدا با انسان هم صحبت کردن حق است و راست است.
اینا تصدیق میکنی خدا دیدن در بیداری درست نیست عزیزانی من. در بیداری عموما ممکن نیست خدا را دیدنش در بیداری. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم شب معراج نزد الله رفتن. می الله پیش مهمان شدن. الله کتی همصحبت شد. سوره التحیات کتی گپ زدن به الله اسمانات. نه که کیفیت الله محمد علیه السلام بیان کردگی نیستن. برای همین خدا دیدنش در این دنیا ما قدرت نداریم. این چشمای ما و شما مثال از من یک تمن آفتاب دیدنش با چشممون خیره شده ساده است. یک آفتاب چون که الله نور زیاده است. نورش که زیاده بودن بعد ما حق نداریم در دنیا با این چشمایی که خدا خواهد پرگناه با این چشمایی که اندک خدا خواهد در آفتاب خیره شده است ما الله دیداش دیده نمیتونیم. موسی علیه السلام دعا کرد پروردگار گفت یک جمال تمنا نشونته. گفت نمیتونی. گفت ای موسی گفت بسیار زاره کرد. همین طرفی کوه از زیر 70,000 پرده میگد یک بار همین خیلی طرفی کوه دید که در گرفته برفت. عزیزانی من نیکی دیدن جنت دیدن دوزخ حق است. خدا اگر ای زیاد برایی دوزخ یک بار نشان میتیه. بین میگه دنی عذابا را بین یا که جنت نشان میده در جنت سیر داری در جنت انشاءالله خدا خواهد حرکت داری یا که از میوه های جنت خورده ساده. من یک دختر یک روز به من شکایت کرد گفتم داملا من در خوابم میوه جنت دادن من یک سیب جنت خوردم او خیلی تم او خیلی بو او خیلی مزه گفت تا حالی نیست. داملا جان حالی هم از دهنم نرفته. عزیزانی من اگر خدا بخواد من بعضی ها در خوابش حج کرده ساده است یا ناتوری می من با گاه زنگ میزنم داملا جان خواب بینم در حج گشتم. این بخت این آدم های صالح خدا خوابای خوب نشان میتیه. آدمایی که بد رای بد میگیرید دوزخ نشان میتین حق است و راست است. عزیزانی من شما خدا خواهد این شک و شبهه نکنید. خوابای شیطانی میشاید انشاءالله خدا خواهد. گاه من در خواب میدانی اکثر مرد است میگن که شیطان زدهش طوری می همه شیطان به صورت یک زن میشاید میآید و تو جاگه خواب میکنن. این روح همه خیلی چیزی پر قوت است که عزیزان من جا نبینه نه تمامی دروازات محکم میکنی نیک روح برمده در یک کود گشته. روح برمده در یک کود گشته. یک کود واقعی کراش اگر بعد یک کود کرام اگر خواب تو نمیبینی ملیسا سر دارن بلا سر داره عجینه سر داره یا نمی خوابم حق انشاءالله خدا خواهد. یگان شبهه شک نیست. شاید خدا خواهد الله بینی شاید من میگم محمد اگر خواهی کسی خواهد که محمد در خوابش بیند انشاءالله خدا خواهد چیکار کن انشاءالله آب بازی کن بدن تمامی وجود تا پاک کن محمد علیه السلام حقشن دو رکعت نماز خون انشاءالله خدا خواهد استای دل صلوات گفته خورا انشاءالله محمد میآید پیشت میآید محمد علیه السلام برای زیارت شما میآید مشفق ما و شما است انشاءالله خدا خواهد. این حق است و راست است. یگان کس این کار کنه نمیتونه چون که عالم خواب است. من خواب میبینی پدر تکی خدا خواهد چی است در دوزخ یا که در قبر عذاب کشته است میبینی. یک عزیز خدا در خوابش پدرش میبیند بینید عزیز خدا در خوابش میبیند که تمام رنگش دیگر یک عالم بود میگه تمام رنگش دیگرگونش دیگه است. گفت پدر گفت آخه تو در دنیا عالم بودی چهره زیبای نورانی داشتی یه احوال تبی چی گپ است بچم گپ نزن. با مجرده که من در قبر موندن الله سبحانه و تعالی ندا کرد گفت ای بندم کنی بگو چی آوردی پیشی من. گفت من گفتم که میگه 60 مراتب حج کردم خداوندا 60 مراتب حج کردم برای خود طاعت و عبادت کردم. خدا میگه با من در کار نیست. وقتی که کلمه در کار نیست شنیدم میگد چنان در بدن من میگد لرزه فرا گرفت که میگد حتی دندونا من نوکا شکستگی ای ترس خدا چی میگم. بعد میگد خدا میگد با ندا کرد که بندم میدانی یک کاری تو با من معقول شید یک کارت روز میگه در کوچه گذشته سادادی میگه یک خارک میگه در زمین خواب بود
همون خاره گرفتی میگه دو در گوشه رمونده که یگان مسلمان پاش آزار نکشه. از توفیل همین خیره که خودت میدونیست که من کردی، من همه عملات قبول کردم. عزیزانی من، شما خیال نکنه که به یک نماز تو جنت میدروی. این نماز یک ریشه است انشاءالله خدا خواهد. این ما تنه دارد، شاخ دارد، بر دارد. وقتی که نماز خوان شد یکن تمام افعال تا گردون 100 گرادوس نه 200 گرادوس گرد کن. تمام اخلاق تا خوب کن، رفتار تا خوب کن، گفتار تا خوب کن.